نسبت‌های مثلثاتی یه بخشیشو توی دهم میخونید، یه بخش عمده ایشو 11 میخونید و بقیهش هم 12. یعنی شما هر 3 سال دارید این مبحثو. پیش نیاز زیادی نداره بچه ها، یعنی مثل مباحث دیگه این که مثلا بگیم خب حالا باید نهممون خیلی قوی باشه، هشتممون خیلی قوی باشه، نه زیاد آنچنان، بیشتر در حد همون محاسبات کافیه و به خاطر همین بچه ها به نظر من خیلی بهتر میشه تستاشو نسبت به دنباله ها جواب داد. در کل بچه ها من اینو قبول دارم که حل تست دنباله ها کار ساده ای نیست. حتی بچه های 12 که خب چند ماه دیگه هم باید کنکور بدن، سخت‌ترین تستا یه حد و مشتق و احتمال حل میکنن، ولی وقتی میرسیم به دنباله ها باگ زیاد دارن، یعنی اشکال دارن، چون که تنوع تستاش زیاده، بازی با اعداد خیلی زیاده ولی خب تو مثلثات اینجوری نیست. مطمئنم که درصداتون میاد بالاتر، فقط به شرطی که از اول خیلی خوب گوش کنید، خیلی حواستون رو جمع کنید، هی ذهنتون پراکنده نشه، مخصوصا نیم ساعت اول کلاس بچه خیلی مهمه. این نیم ساعت رو اگه حالا ذهنتون رفت تو گوشیتون رو چه میدونم توی دیوار و توی فلان و بغل دستی تو اینا، در واقع میشه گفت 1/5 ریاضیات رو کلن از دست دادی، بلکه بیشتر. خب بریم شروع کنیم بچه. یه مبحث باحالی هم هست. کتاب روش تدریسش با من فرق میکنه، در واقع ما با کتاب فرق میکنیم، یه شیوه خیلی آسونتر درس میدیم. نمیدونم تو مدرسه‌تون بهش رسیدید یا نه. رسیدید بچه ها؟ کسی رسیده؟ آره. میان با تشابه و اینا درس میده. نمیدونم حالا اینجوری بهتون گفتن، یه مقدار گیج کنندن، ولی خب ما یه مقدار روونتر میگیم، وارد هندسه و این داستانا نمیشیم بچه ها. ببینید نسبت‌های مثلثاتی، من اینجا 2 تا واژه میبینم، یکی واژه نسبت، یکی واژه مثلثاتی. بچه ها نسبت یعنی چی؟ نسبت یعنی یه عدد تقسیم بر یه عدد دیگه. مثلا 3/4 یه نسبته، 5/7 یه نسبته، 1/2 یه نسبته، رادیکال 3/3 یه نسبته، رادیکال 3/2 اینا بهش میگیم چی؟ نسبت یه عدد تقسیم بر یه عدد دیگه. حالا مثلا 1/2 2/4 6/12 5/10 اینا همه یه نسبتن دیگه، همه مساوی 1/2. یه واژه دیگه اینجا میبینیم، مثلثات بچه. یعنی ما توی نسبت‌های مثلثاتی با یک مثلث بچه سر کار داریم، اما نه هر مثلثی، یک مثلث قائم الزاویه بچه. تا اسم قائم الزاویه میاد یادمون به چی میفته؟ فیثاغورس. آفرین. ببینید بچه ها، مثلث قائم الزاویه هم مثل همه مثلث های دیگه از 3 تا ضلع و 3 تا زاویه تشکیل شده. یه زاویه قائمه یا همون 90 درجه داره، 2 تا زاویه حاده داره که حالا من اسم یکی از زوایا رو گذاشتم آلفا. حاده چیه؟ حاده یعنی زاویه‌ای که کوچکتر از 90 درجه است و مجموع زوایاش هم بچه میشه 180. یه زاویه 90 داره، پس این 2 زاویه اینجا و اینجا که حاده هستن جمعشون میشه 90 درجه. و بچه 3 تا ضلع داره. یه ضلع که از همه بزرگتره، روبروی زاویه 90 هم هست، بهش میگیم وتر. اون 2 تا ضلعی که بر هم عمودن بهشون میگیم اضلاع قائمه بچه. این 2 ضلع قائمه من اسم یکیشو میذارم مقابل، اسم یکیشو میذارم مجاور. خب استاد مقابل کدومه، مجاور کدومه؟ بستگی داره شما از چه دیدگاهی به این مثلث نگاه بکنید. یعنی بچه جای مقابل مجاور عوض میشه. وتر که وتره. اگر شما بیای بچه از اینجا، خب یعنی فرض کنید این چشم شما باشه، از اینجا به مثلث نگاه کنید، نگاه منو ببینید، چشمای منو ببینید. اونی که روبروتون ایستاده عین یه دیوار میبینید بهش میگیم ضلع مقابل. اونی که کنارتون ادامه بده میاد چشماتون رو کور میکنه بهش میگیم ضلع مجاور. حالا بچه اگه شما از این بالا به مثلث نگاه کنید، از دید این زاویه، این سبزه میشه مقابل، این میشه مجاور، یعنی جای مجاور و مقابل عوض میشه. خب حالا فرض کنید من از اینجا میخوام به این مثلث نگاه کنم از دید زاویه آلفا بچه‌ها. کاری به 90 نداریم، یا این یا اون. اوکی؟
بچه 4 تا نسبت مثلثاتی رو میخوایم تعریف کنیم. یکی سینوس، کوسینوس، تانجانت و کوتانجانت. مثلا آلفا یه زاویه است دیگه، حالا شما مثلا تو ذهن تصور کن یه زاویه 25 درجه. خب اوکی، یه زاویه 25 درجه. میخوایم 4 تا نسبت رو این زاویه تعریف کنیم، یعنی 4 تا کسر. بچه‌ها نسبت که میدونید چیه، یکی سینوس، یکی کوسینوس، تانجانت و کوتانجانت. بچه‌ها سینوس چیه؟ سینوس میگه که سینوس زاویه آلفا میگه اندازه این ضلع مقابل رو بیو به وتر تقسیم کن. یه عددی بچه از یک کوچیک‌تره. میدونید چرا؟ چون همیشه این ضلعه از وتر کوچیک‌تره. پس تعریف سینوس اینه، همین الان یادش بگیر. سینوس برابر است با مقابل به وتر. سینوس چی؟ سینوس زاویه آلفا. بچه کوسینوس چیه؟ کوسینوس بچه خوب بود دیگه. کوسینوس میشه اندازه ضلع مجاور به وتر. نگاه بچه این مجاوره میبینید به وتر تقسیم میکنیم که من این رنگش رو درست بکنم بچه که بچه اگه دقت کنید مجاورم از وتر همیشه کوچیکتره. پس کوسینوس هم یه عددی کوچیکتر از یکه، یا در واقع بین 0 و 1. تا اینجا سینوس بگید شما سینوس مقابل به وتر، کوسینوس مجاور به وتر. بچه سومین نسبت مثلثاتی که در واقع همون شیب خطه، میگه اندازه ضلع مقابل تقسیم بر اندازه ضلع مجاور که بهش میگیم چی؟ تانجانت زاویه آلفا. و آخرین نسبت مثلثاتی بچه کوتانجانت که میشه اندازه مجاور به مقابل که همون معکوس چیه؟ تانجانته. بچه حالا چرا از آلفا بتا اینا استفاده میشه؟ به خاطر اینکه اینا دانشمندایی که اینو نوشتن یونانی بودن. خب یونانی بودن و آلفا بتا حروف الفبای یونانیه. و بچه توی یونان، توی زبون یونانی کو یعنی ماننده، یعنی مثله. شما وقتی میگید کوسینوس یعنی مانند سینوس، وقتی میگید کوتانجانت یعنی مانند تانجانت. این کو یعنی ماننده. حالا برای که تو ذهنتون بمونه. خب 4 تا نسبت مثلثاتی داریم، با هم تکرار کنیم. سینوس مقابل به وتر، کوسینوس مجاور به وتر، تانجانت مقابل به مجاور، همون دوتایی که بر هم عمودن، کوتانجانت مجاور به مقابل. تا همینجا فهمیدیم تانجانت و کوتانجانت معکوس همن، یعنی این اگر مثلا 2/3 اون 3/2، این اگر 3/5 اون 5/3. اوکی دیگه بچه تانجانت کوتانجانت میتونن از یکم بیشتر بشن چون ربطی به وتر نداره. خب من اینو بچه یه جوری میذارمش که ببینید. یه مثلث داریم بچه، مثلث قائم الزاویه. خب اینم زاویه چیه بچه ها؟ اینم زاویه آلفاست. زاویه آلفا یعنی من از این دید دارم به مثلث نگاه میکنم. بچه ها مقابلتون 3 درسته، مجاور 4، طبق رابطه فیثاغورس 3 تا 9 تا 4 تا هم 16 تا 9 و 16 میشه 25 جذر. اصلا بچه مثلث 3 4 5 مثلث معروفیه. 3 4 5 6 8 10 5 12 13 اینا مثلث های معروفی هن. خب بریم سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانت زاویه آلفا رو با هم دیگه بنویسیم. خب بچه سینوس میشه ضلع مقابل به وتر، میشه چی؟ آفرین، سینوس این زاویه 3/5. کوسینوس میشه چی؟ مجاور به وتر، میشه 4/5. تانجانت بچه مقابل به مجاور میشه 3/4. کوتانجانت مجاور به مقابل میشه 4/3. درسته؟ الان مقابلتون 3 بود، مجاورتون 4. حالا بچه ها میخوایم بریم سراغ نسبت‌های مثلثاتی این زاویه. حواستو بده به من. این زاویه بچه ها من وقتی میام سراغ این زاویه دیگه مقابلم 3 نیست، مقابلم 4، مجاورم 3. یه لحظه گوش کنید بعد بنویسید. نگاه بچه ها زاویه تتا
مقابلش، یعنی بچه این زاویه رو مثل یه چشم در نظر بگیرید. خب عین یه چشمی که اینجوریه، عین یه دوربین فیلمبرداری. چی مقابل خودش میبینه؟ 4. چی مجاورشه؟ 3. پس بچه ها نسبت های مثلثاتی زاویه تتا: سینوس، آفرین، 4/5 مقابل به وتر، کوسینوس 3/5، تانجانت 4/3، کوتانجانت 3/4. مرسی، دمتون گرم. خب بچه ها من میخوام یه نکته خیلی باحال، در واقع 2 تا نکته رو میخوام به شما بگم. قبلش یه مثالی رو با هم دیگه تمرین کنیم بچه ها. یه مثلث داریم، مثلا فرض کنید این بشه رادیکال 2، این بشه 5. خب 2 با 25 میشه 27، رادیکال 27. خب بچه ها اینم زاویه آلفا. سریع به من بگید ببینم، سینوس آلفا رادیکال 2 رادیکال 27 یا رادیکال 2 27. آفرین. کوسینوس 5 رادیکال 27. تانجانت کوتانجانت. آفرین. ببینید بچه ها میخوام یه نکته‌ای بهتون بگم که یه مقدار دیدتون رو عوض کنم نسبت به نسبت‌های مثلثاتی. کتاب اینو میاد با تشابه میگه، من نمیخوام اذیتتون کنم با تشابه. بچه ها ببینید یه مثلث در نظر بگیرید، یه مثلث قائم الزاویه. فرض کنید این بشه زاویه آلفا، اینم زاویه 90 درجه. بچه این مثلث ضلع مقابلش مثلا 1 وترش 2. چه نتیجه‌ای میگیرید بچه؟ سینوس آلفا چنده؟ 1/2. خب نگاه کن، میخوام یه نکته خیلی باحال بهت بگم. بچه من این دهانه آلفا رو تکون نمیدم. مثلا اگه آلفا 30 درجه است، آلفا تکون نمیخوره. میام اینو ادامه میدم، میارم جلو، امتداد میدم. بچه خیلی جالبه، مثلا این وقتی میشه 3، از اینجا تا اینجا میشه 6. آفرین. یعنی نسبت همون 1/2 میمونه، چون زاویه آلفا تغییر نکرده. یعنی بچه شما تا زمانی که آلفا رو تغییر ندید، سینوس همیشه همون 1/2 میمونه، مگر اینکه آلفا رو تغییر بدید. حالا دوباره میایم مثلا ادامه میدیم. مثلا بچه این میشه 5، از اینجا تا اینجا میشه چی؟ 10. باز سینوس میشه 5. پس بچه مثلا زاویه 15 درجه اگه سینوسش یه عددیه، دیگه اینجور نیست که توی مثلث بشه مثلا 1/4، توی مثلث دیگه بشه 3/4. دیگه این سینوس همیشه برای این زاویه یونیکه بچه ها. میدونید مثلا بچه ها سینوس 30 درجه 1/2. این دیگه در تمام دنیا همیشه سینوس 30 درجه 1/2. یعنی زاویه 30 درجه مقابل به وترش میشه 1/2. حالا شاید مقابلش 500 باشه، وترش 1000 باشه. شاید مقابلش نیم باشه، وترش 1 باشه. شاید مقابلش 1 کیلومتر باشه، وترش 2 کیلومتر باشه. یعنی هر زاویه بچه 4 تا نسبت مثلثاتی مخصوص به خودش داره و اینا بچه تغییر نمی کنن. اینو میخواستم بهتون بگم که مثلا فکر نکنید که مثلا یه زاویه 27 درجه تو این مثلث یه سینوس داشته باشه، توی مثلث دیگه یه سینوس دیگه. نه بچه، شما این مثلثت کوچیک کنی بزرگ کنی، نگاه اضلاع بزرگ میشن ولی به یه نسبت بزرگ میشن. گرفتی چی شد؟ یعنی بچه الان نگاه کنید، من یه مثال ساده‌ای براتون بزنم. من یه مثلث میکشم، اینم زاویه آلفا. فرض کنید مثلا بچه این 2 باشه، این 3 باشه. خب الان سینوس چنده؟ سینوس 2/3. نگاه بچه من اگه بیام اینو بزرگش کنم، خب مثلا این بشه 20، مطمئناً اینم میشه 30. تا زمانی که آلفا تکون
نخوره. شما هر چی اینو بزرگ کنید زاویه آلفا تکون نخوره، ولی حالا کافیه این دهانه آلفا رو، حواست به منه، این دهانه آلفا رو یه کوچولو کم و زیاد کنی دیگه اون سینوسه تغییر میکنه. این یه موضوع بچه‌ها. یه موضوع دیگه که در مورد نسبت‌های مثلثاتی میخوام بهتون بگم، خیلی خوب تمرکز کنید بچه‌ها، خیلی خوب، همه حواساتون جمع. بچه‌ها ما هر زاویه‌ای 4 تا نسبت مثلثاتی داریم، درسته؟ مثلا یه زاویه در نظر بگیرید اسمش رو بذاریم آلفا. سینوس داره، کوسینوس داره، تانژانت داره، کوتانژانت داره. این نکته رو تو 12 از من یادت باشه، امروز بهت میگم تو 12 یادت باشه. بچه‌ها نسبت‌های مثلثاتی این ویژگی رو دارن که از این 4 تا یه دونش هم داشته باشی میتونی 3 تای بقیه رو به دست بیاری. مثلا میگن یه زاویه‌ای، نمیگن چند درجه، میگن یه زاویه‌ای سینوسش 1 رادیکال پنجمه. شما از سینوس میتونی کوسینوس به دست بیاری، تانژانت به دست بیاری، کوتانژانت هم به دست بیاری. با چی؟ با مثلث قائم الزاویه و رابطه فیثاغورس. بچه‌ها نگاه این سوال رو ببینید. میگه در واقع بچه‌ها 4 تا سواله ها. این یه قسمه، این یه قسمه. میگه یه مثلث قائم الزاویه، میگه یه زاویه آلفا داریم سینوسش 8 تو بقیه رو به دست بیار. نگاه کن سریع یه مثلث میکشیم، اسم اینو میذاریم زاویه آلفا. بعد بچه وقتی میگه سینوس 8 یعنی چی 8؟ مقابل 8. آفرین، وتر 10. طبق رابطه فیثاغورس میگیم 10 تا 100 تا منهای 64 میشه 36، جذرش میشه 6. خب حالا راحت میتونم برم کوسینوس آلفا رو به دست بیارم، میتونم تانژانت آلفا رو به دست بیارم، میتونم کوتانژانت آلفا به دست بیارم. بچه‌ها کوسینوس میشه چی؟ مجاور به وتر میشه 6. آفرین. تانژانت میشه چی؟ مقابل به مجاور. همکاری کنید. 8. کوتانژانت میشه چی؟ 6. آفرین. کسی که جواب نده میگم، تو ویدیو هم میفته، هم میبینم، پس جواب بدید. آفرین. آفرین دیگه، یکی راحته دیگه، از اولش همکاری کن، بلند با انرژی جواب بده. بریم بعدی بچه‌ها. بعدی به من چی داده؟ کوسینوس رو داده. خب این زاویه آلفا. سری ببین از یکی به 3 تای دیگه میرسم. خب بچه‌ها کوسینوس 1 رادیکال پنجمه. آفرین. مجاور 1 وتر رادیکال 5. طبق رابطه فیثاغورس رادیکال 5 به توان 2 میشه 5 منهای 1 4، جذرش میشه 2. خب حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ سینوس بچه‌ها. سینوس زاویه آلفا بچه‌ها میشه مقابل به وتر 2 رادیکال پنجم. آفرین. تانژانت زاویه آلفا میشه 2 یکم که میشه 2. کوتانژانت زاویه آلفا 1 دوم. مرسی، ممنون. بریم سراغ مثال بعدی. بچه‌ها تانژانت رو داده، چی رو میخواد؟ کتاب اینا رو با فرمول میره، ما با فرمول نمیریم. مثلث بالاتر و سریعتر رو یادمون هم نمیره، فرمولا رو حالا بعد یاد میگیریم، اشکال نداره. خب بچه‌ها تانژانت رو داده، تانژانت میگه رادیکال 3. سریع یه مثلث بکش. ببینید بچه‌ها این قانون هیچ وقت یادت نره. من در هر سوالی، چه تستی و چه تشریحی، نگاه خوب تو ذهنت اینو نقش ببنده، من در هر سوالی هر نسبت مثلثاتی که بهم داد، یعنی 3 تای دیگرم دارم. وقتی بهتون میگه سینوس یه زاویه بچه‌ها 1/5، شما اینو کن تو ذهنت که وقتی سینوس دارم یعنی کوسینوس دارم، تانژانت دارم، کوتانژانت هم دارم. اوکی؟ خب بچه‌ها الان تانژانت رو داده. باشه. تانژانت رو داده بچه‌ها. تانژانت چند رادیکال 3. تانژانت فرمولش چی بود؟ مقابل به مجاور. یعنی مقابلت رادیکال 3 بوده، مجاورت 1 بوده دیگه، رادیکال 3 یکم. خب حالا بچه‌ها حالا نگاه کنید، وتر حساب میکنیم. رادیکال 3 به توان 2 3 با 1 4، جذرش میشه 2. پس این 2 بچه. با یه رنگ دیگه هم می‌نویسم. پس این 2. حالا بریم سراغ بقیه نسبت‌های مثلثاتی. چی رو می‌خوایم؟ سینوس. میگیم سینوس آلفا مقابل به وتر میشه رادیکال 3 دوم بچه. چی میخوایم؟ کوسینوس. کوسینوس آلفا مجاور به وتر 1 دوم. خب دیگه تانژانت رو که داریم، کوتانژانت آلفا میشه مجاور به مقابل 1 رادیکال
سوم. بچه‌هایی که هنوز جزوه ندارن، بچه‌های صفحه رو میارم یه اسکرین بزنید. یه اسکرین بزنید که خواستید مدام بهش مراجعه کنید. یعنی بدونید سینوس چیه، کوسینوس چیه، تانژانت چیه و کوتانژانت چیه. میگن اولی رو یه بار دیگه توضیح بده. خب سینوس 8 یعنی یه مثلث قائم الزاویه داریم. اینم زاویه آلفا بچه‌ها، این زاویه آلفا. مقابلمون 8 بوده، وترمون 10 چون سینوس میشه مقابل به وتر. طبق رابطه فیثاغورس یکی میشه 6. حالا کوسینوس میشه مجاور به وتر میشه 6 تانژانت مقابل به مجاور میشه 8 کوتانژانت مجاور به مقابل میشه 8 جانم. بله طلایی نه، بهش میگیم مثلث فیثاغورسی اسمش. آره بعد حالا چند تا مهمش رو بهتون میگم. آره مثلث‌های معروف. حالا این دوتا معروف نبودن ولی اون معروفه. چه مثلث‌های معروفن فیثاغورسی؟ 3 و 4 و 5، 6 و 8 و 10، 12 و 13 و 5. آره اینا معروفن دیگه. حالا چند تا دیگه هم هست. خب بچه‌ها نگاه، یه چیزی بهتون بگم. تا حالا دو تا نکته گفتیم. یکی گفتیم که همون که هرچی مثلث بزرگ بشه سینوس تغییر نمیکنه تا زمانی که زاویه ثابته. یعنی هر زاویه‌ای یه نسبت مثلثاتی یونیک خودشو داره. نکته دوم، از یه نسبت میتونیم به بقیه نسبت‌های مثلثاتی برسیم. اما بچه‌ها ببینید یک سری زوایا هستن که اینا مهمن، معروفن. کتاب درسی میگه شما باید 4 تا نسبت مثلثاتی این زوایا رو حفظ کنید. چه زوایایی؟ مثلا بچه زاویه 30 درجه. چرا مهمه؟ چون 1/3 90 درجه است. کاربردش زیاد بوده گفته حفظش کن. یا بچه مثلا زاویه 45 درجه چون نصف 90 60 درجه. یکی 90 خود 90 180 360 و 0. امروز میخوایم 3 تاشو حفظ کنیم بچه. آماده اید؟ خب یه چند صفحه بعد، فکر کنم صفحه 15 جزوتون بچه، من یه جدول همه اینا رو براتون نوشتم. نگاه کنید ببینید 15 درسته؟ نه. برید جلوتر 17. آره یه جدول اینجوری بچه میبینید که اومده 4 تا نسبت مثلثاتی رو برای زوایای 0 30 45 60 90 180 270 و 360 گفته. من اینو ببندم یه بار دیگه بازش بکنم. خب ببینید فعلا میخوام این 3 تا رو بگم. 30 45 و 60. هی مراجعه میکنیم تا بالاخره حفظتون بشه. بچه جدول رو نذارید جلوتون حفظ کنید. خب با مثال با تمرین حفظ میشید. الان تلاشی در این تنها یعنی تعریف نشده. من فعلا میخوام این 3 تا رو بگم. 30 45 60. خب من بچه چند تا سوال میپرسم شما جواب بدید. سینوس 30 درجه 1/2. تانژانت 45 درجه تانژانت 45 1. تانژانت 60 رادیکال 3. تانژانت 30 رادیکال 3/3. خب حالا میخوایم بگیم مثلا این اعدادا چجوری اومدن. علاوه بر که باید حفظ باشیم امروز رو حفظ نمی کنیم. هی مراجعه میکنیم به جدول. هر جا نیاز داشتیم مراجعه. پس هر وقت من گفتم طبق جدول بدونید منظورم اینه. به مرور حفظ میشین بچه. خب به مرور حفظ میشیم. نگاه بقیه‌اش که همش 0 و 1 و -1. همین باکس 30 45 60 مهمه. خب بقیه‌اش خیلی راحته. 0 و 1 بعد حالا بهتون میگم. بریم ببینیم اصلا اینا چطوری به وجود اومدن. مثلا وقتی میگه سینوس 30 1/2 بچه نگاه کنید. سینوس 30 1/2 کوسینوسش رادیکال 3/2 تانژانتش رادیکال 3/3 کوتانژانتش رادیکال 3. بریم ببینیم اینا چطور تولید شدن بچه. یعنی یه جورایی این باکس اثبات این در واقع نسبت‌های مثلثاتی. خب بیایم اینجا بچه یه مثلث متساوی الاضلاع میکشیم با ضلع 2. میدونیم که مثلث متساوی الاضلاع 3 ضلع برابر و 3 زاویه 60 درجه داره. یعنی این زوایا همه 60 درجه. بعد بچه بیاید از بالا ارتفاع این مثلث متساوی الاضلاع رو بکشیم.
خب من وقتی ارتفاعشو میکشم دیگه بچه این 2 نیست، این 1، اینم 1، درسته؟ حالا طبق رابطه فیثاغورس نگاه، این 2، این 1، اینو به دست این قرمزه رو به دست میاریم، 2 تا 4 تا منهای 1 3، جذرش میشه چی؟ رادیکال 3. خب این زاویه بچه چه زاویه‌ایه؟ این زاویه 60، این زاویه چیه؟ 30 دیگه. خب حالا من کاری به اون مثلث سمت راستی ندارم، این مثلث سمت چپی که بچه قائم الزاویه هست رو در نظر بگیرید، چون ما توی مثلثات با چه مثلثی سر و کار داریم؟ با مثلث قائم الزاویه سر و کار داریم. من کاری به اون سمت راستیه ندارم، اینو تو ذهنتون بسپارید بچه. زاویه 30 درجه اینجاست، درسته؟ مقابلش میشه 1، مجاورش میشه رادیکال 3، وترش میشه 2. پس سینوس 30 درجه میشه مقابل به وتر میشه 1/2. حالا فهمیدید چرا تو این جدول سینوس 30 رو گذاشته 1/2؟ و بچه‌ها در تمام دنیا در کل ریاضیات سینوس 30 1/2. حالا بشه 29 درجه تغییر میکنه، بشه 31 هم تغییر میکنه. 30 معروفه، میخوایم حفظ کنیم. بچه‌ها کوسینوس 30 درجه میشه مجاور به وتر میشه چی؟ رادیکال 3/2. دمت گرم. تانجانت 30 درجه مقابل به مجاور میشه 1 رادیکال 3. بچه گویا کردن رو بلدید؟ آره میشه رادیکال 3/3. کتانجانت 30 درجه بچه مجاور به مقابل که میشه رادیکال 3/1 که میشه رادیکال 3. این زاویه 30 درجه. حالا بریم سراغ زاویه 60 بچه. نگاه 60. ببین دستای منو ببین، مقابل 60 کیه؟ رادیکال 3. مجاورش 1. وتر که همیشه وتره بچه، تغییر نمیکنه. خیلی خوب. سینوس 60 درجه رادیکال 3/2. رادیکال 3/2. ببینیم درست حساب کردیم. سینوس 30 بله، سینوس 60 رادیکال 3/2. خب بچه کوسینوس 60 1/2. بچه یه چیز جالب ندیدید تو این؟ سینوس 30 با کوسینوس 60 برابره و کوسینوس 30 با سینوس 60. یعنی دو تا زاویه اگه متمم باشن جمعشون بشه 90، سینوس یکی با کوسینوس دیگری. جالب بود. حالا بعد بهتون میگم بچه. تانجانت 60 مقابل به مجاور میشه رادیکال 3. طبیعیه بچه ها، نگاه با این برابره. و کوتانجانت 60 میشه 1 رادیکال 3 که میشه رادیکال 3/3. من هنوز حفظش نکردم. بچه های آنلاین از این صفحه اسکرین بگیرن، زیاد بهش مراجعه میکنیم. صورت و مخرج رو در یه رادیکال 3 ضرب کنید. باشه. صورت و مخرج رو نگاه. چرا؟ همین الان نیاز داریم. نگاه گویا کردن مثلا 1 رادیکال 3 صورت و مخرج رو در یه رادیکال 3 ضرب میکنید. 1 رادیکال 3 رادیکال 3 رادیکال 3 در رادیکال 3 میشه 3. صفحه اول بیارم اسکرین بگیرن. گفتم بگیرید دیگه. بیا اینم صفحه اول. بچه آنلاین جزوه ندارن، اسکرین بگیرن. خب بچه بریم ادامه. زاویه بعدی که خیلی معروف بود چی بود؟ 45. 45 هم اثبات کنیم بچه ها. سینوس کوسینوس رو محاسبه کنیم. خب میایم یه مثلث باز قائم الزاویه در نظر میگیریم که بچه ها 2 تا ضلع 1 داره، یعنی این با این برابره. خب بچه ها وقتی 2 تا برابرن قاعدتا این 2 تا زاویه هم با هم دیگه برابرن و هر کدوم وقتی این 90 او 2 تا هم باید بشه 90، پس این 45، این هم چیه؟ 45. درسته؟ 1. خب بچه ها این طبق رابطه فیثاغورس این میشه چند؟ رادیکال 2. آفرین. 1 به توان 2 1 به توان. فیثاغورس که دیگه بلدید دیگه بچه، دیگه نخوام اینو توضیح بدم. آره این میشه رادیکال 2. خیلی خوب. حالا بچه ها این فرقی نمیکنه دیگه، مقابل مجاورش اندازه همه. سینوس 45 درجه میشه مقابل به وتر میشه 1 رادیکال 2 که میشه رادیکال 2/2.
کوسینوس 45 میشه مجاور به وتر، بازم بچه ها میشه یک رادیکال دوم که میشه رادیکال دو دوم گویا کردن. تانجانت 45 مقابل، نگاه دستای منو ببین، مقابل به مجاور یک یکم میشه یک. کوتانجانت 45 بازم یک یکم میشه یک. بچه ها نکته مهم توی 45 درجه سینوس با کوسینوس برابره، تانجانت هم با کوتانجانت برابره. اوکی؟ خب حالا ببینید جدولم همینو میگه. آره بچه ها نگاه 45 سینوس رادیکال دو دوم، کوسینوس رادیکال دو دوم، تانجانت یک، کوتانجانت یک. ما فعلا بچه های ستا رو به دست آوردیم، 45 30 و 60. آماده اید بریم چند تا مثال تشریحی حل کنیم؟ آفرین. خب حالا بچه سوال چی میدن؟ میگه در هر شکل x و y رو به دست بیار. البته z و t اشتباه اومد. خب از کدوم شکل شروع کنیم؟ از این شروع میکنم. خب اولی دید بچه مثلثه رو ببینید عزیزای من، این زاویه 90 درسته؟ این زاویه 90. وتر کدومه؟ x به علاوه 3. وقتی میچرخونه گیج نشی یا x به علاوه 3 اونی که روبرو 90 و وتره. بچه اضلاع قائمت چیه؟ x و y. یه زاویه 30 درجه به من داده. خب ببین عزیز من وقتی میگم سینوس 30 درجه میرم نگاه به جدول میکنم. بچه سینوس 30 درجه چنده؟ یک دومه. میگم سینوس 30 درجه طبق جدول یک دومه، ولی طبق شکل سینوس 30 درجه میشه مقابل به بچه ها وتر. مقابلش اینه، وترش اینه. میشه چی؟ میشه x به روی x به علاوه 3. یه بار دیگه میگم که آخرش نگید، یه بار دیگه بگو. بچه سینوس 30 درجه طبق جدول یه دومه، تو این شکل میشه مقابل به وتر، مقابلمون x، وتر x به علاوه 3. یه طرف این وسطین کنید بچه ها، x به علاوه 3 میشه 2x، پس x میشه 3 بچه. خب خیلی هم x به دست اومد، اما من باید y رو هم حساب کنم. خب بچه ها برای y میرم سراغ، چون y مجاوره میرم سراغ کوسینوس بچه ها. البته با فیثاغورس هم میتونید. میگم کوسینوس 30 درجه مساوی است با، میریم جدول رو نگاه میکنیم. طبق جدول کوسینوس 30 درجه رادیکال 3 دوم، رادیکال 3 دوم. طبق شکل بچه ها کوسینوس 30 درجه میشه مجاور به وتر. مجاورمون چیه؟ y. وترمون که x که شد 3. 3 و 3 میشه چند؟ 6 بچه. درسته؟ چون x 3 بود. پس y میشه چند؟ y میشه 6 رادیکال 3 دوم. بلدید که اینو دیگه طرف این وسطه میشه 3 رادیکال 3. چرا جواب نمیدید بچه ها؟ جواب بدید، همکاری کنید تو که اینجوری یاد نمیگیری. تا جواب بدید، اکتیو باشید تو کلاس. بلند. اوکیه؟ خب بریم بچه ها سوال یکی. خوبه؟ خب یه زاویه 45 داریم، یه 90. بچه یه نکته بهتون بگم، هر موقع زاویه 45 دیدید ضلع مقابل و مجاورتون با هم دیگه برابره. یعنی بچه اینجا مقدار x و مقدار y برابره. آفرین. خب بچه زاویه 45 بریم سراغ سینوسش. میگیم که سینوس 45 درجه طبق جدول رو بیا. سینوس 45 چنده؟ رادیکال 2 دوم. میگیم رادیکال 2 دوم مساویه. طبق شکل بچه ها سینوس 45 میشه مقابل به وتره. مقابل چیه؟ x. 45 مقابلش x. وتر چیه؟ 8. آفرین. میشه x 8. بچه طرف این وسط این کنید،
x میشه 8 رادیکال 2 دوم که میشه 4 رادیکال 2. y هم که با x برابره میشه همون 4 رادیکال 2. آره طرف این وسط این کنی دیگه، حالا همیشه جواب میده، بهتره. بریم بچه سواله جانم. نه 45 درجه گفتم زاویه 45 درجه همیشه مقابلش با مجاورش برابره. بیایم سراغ این بچه. اینجا به من تتا رو نداده چند درجه، اما یه x دارم یه رادیکال 3x. ببینید بچه به من بگید ببینم این زاویه تتا مقابلش چیه؟ رادیکال 3. بلند. کسی جواب نداد اسم میبر. بلند. مقابلش چیه؟ رادیکال 3x. مجاورش x. وتر 10. بچه من اگر بخوام تانجانت تتا رو به دست بیارم، تانجانت فرمولش چی بود؟ مقابل به مجاور. مقابلت که رادیکال 3x، مجاورت که x میشه رادیکال 3. تانجانت یه زاویه‌ای شده رادیکال 3. میریم سراغ جدول. بچه تانجانت چه زاویه‌ای رادیکال 3؟ 60. آفرین. نگاه تانجانت 60. پس میگیم تتا چند بوده؟ 60 درجه بود. خب حالا من که هنوز x رو به دست نیاوردم، از من چی رو میخواد؟ x رو میخواد. خب اشکال نداره، از من x رو میخواد. بچه میتونید از کوسینوس استفاده کنید. بچه میگیم که کوسینوس 60 درجه طبق جدول کوسینوس 60 یه دوم. آفرین. نگاه یه عده هم یالا حفظ کردن یه دوم. بچه کوسینوس 60 یه دوم. اما بچه کوسینوس 60 میشه مجاور به وتر، میشه x دهم. در نتیجه x چند بوده؟ x 5 بوده. این شکله که y هم نداره، x 5 بوده. آفرین. بچه حالا مثلا جزو سوالایی به نسبت سخت امتحان نهایی بود. حالا بریم یه سری سوالای مسئله‌ای هم حل کنیم. اینا دیگه آسون تره. بچه میگه که طول تناب بادبادکی که کامل کشیده شده 40 متره و با سطح زمین زاویه 60 درجه میسازه. من براتون شکل بکشم بفهمید داستان از چه قراره. ببینید بچه یه بادبادک داشتید. یه بادبادک بیا. این بادبادک. میگه که این بادبادک با یه تنابی که طولش 40 متره به زمین متصل شده و این تناب با زمین زاویه 60 درجه میسازه. بعد میگه که فاصله بادبادک تا سطح زمین یعنی این مقدار چقدره. خب نگاه بچه ها خوب به من توجه کنید، یاد بگیرید، استراتژیشو یاد بگیرید که همه سوالا رو بتونید حل کنید، حفظ نکنید. جوابم بدید. الان شما یه مثلث قائم الزاویه میبینید، درسته؟ و یه زاویه 60 درجه. وترتون چنده؟ 40. بچه زاویه 60 درجه مقابلش چیه؟ اچه. مجاور چیه؟ نداریم. وتر چیه؟ 40. بچه وتر رو که دارید، اچ رو که میخواید، یعنی من با چی درگیر ذهنم؟ با مقابل و وتر. نگاه ذهن من درگیر مقابل و وتره. کدوم نسبت مثلثاتیه که مقابل وتره؟ آفرین، سینوس. پس من میرم از سینوس استفاده میکنم، نمیرم کوسینوس. کوسینوس مجاوره، مگه من مجاور رو میخوام؟ نه، میرم همون سری میگم سینوس 60 درجه. اول که جدول رو نگاه میکنم، سینوس 60 درجه رادیکال 3 دوم. بچه ها رادیکال 3 دوم. آفرین. حالا طبق شکل سینوس 60 میشه h به روی 40. h به روی 40. یه طرف این وسطین میکنیم بچه ها. h میشه 40 رادیکال 3 تقسیم بر 2 که میشه 20 رادیکال
3. بچه دقت کنید توی مثلثات باید مثلث حتما قائم الزاویه باشه. اگه مثلث قائم الزاویه نباشه نمیتونی، مثلا من دیدم بعض وقتا یه مثلث اینجوری میدن دانش آموز میگه روبروی 45 درجه 28. نه بچه این مثلث قائم الزاویه نیست. ما تو مثلثات فقط با مثلث قائم الزاویه. خب بچه یه سوال به من داده، میگه یه بالون داریم، یه بالون تو آسمون با 2 تا طناب بسته شده رو زمین. یکی از طناب‌ها 32، یکی از طناب‌ها 28. این زاویه 45 زاویه رو نداریم. خب میگه سینوس این زاویه چقدره؟ خب این مثلثه که قائم الزاویه نیست بچه‌ها. چیکار میکنم؟ خودم از بالا یه عمود میکشم، میکنمش 2 تا مثلث قائم الزاویه. الان دیگه خب و اسم اینو میذارم بچه H. خب کدوم مثلث اطلاعاتش کامل تره؟ راست یا چپ؟ راست. آفرین. این مثلث رو نگاه هایلایت میکنم زرد ببینید. خب بچه این زاویه 45. H چه رابطه ای با 45 داره؟ مقابله. 32 چیه؟ وتر. پس من برم سراغ سینوس. آفرین. میگم سینوس 45 درجه طبق جدول سینوس 45 درجه رادیکال 2 دومه بچه. رادیکال 2 دوم. طبق شکل سینوس 45 درجه میشه H به روی 32. آفرین. H به روی 32. یه طرفین وسطین میکنیم بچه ها. H میشه 32 رادیکال 2 دوم که میشه 16 رادیکال 2. اوکیه؟ آفرین. دمتون گرم. خب حالا بچه H رو دارم. H موجود شد. حالا میرم سراغ مثلث بچه ها سمت چپی. این مثلثه. از من چی رو میخواد؟ از من سینوس آلفا رو میخواد. خب سینوس آلفا میشه ضلع مقابل به وتر. مقابل رو که به دست آوردم 16. آفرین. رادیکال 2 به روی 28. حالا بچه خودش گفته بیا رادیکال 2 رو بگیر 1 و 14. من هم کار میکنم. 16 تا 1 و 14 به 28. خب چطوری حسابش میکنم؟ نگاه کنید بچه ها. نمیخواد این کار. کی میاد این کار رو میکنه؟ بچه ها بیاید این ممیز اینو بردارید بدید به اون. میشه 1 و 6. درسته؟ آفرین. حالا 14 مگه به 28 نمیشه 1 دوم؟ 1 و 6 به 2 میشه 8. ضرب نکنید اینا رو. 14 و 28 برام بخش پذیرن. ممیز اینو بردارید میشه 14 میشه نیم. خب نیم ضرب در 16 8. یه ممیز هم داشتیم 8. خب اینم از این. یاد گرفتید بچه ها؟ سوال بعدی عین همینه. هیچ فرقی نمیکنه بچه ها. راهنماییتون میکنم. یه عمود میکشید. اینو میذارید H. از کدوم مثلث شروع کنیم؟ چپ. خب بچه ها از چه نسبتی؟ سینوس، چون مقابل و وتره. بعدش هم میای اینور دوباره از سینوس استفاده میکنی. خب بچه آره آخرین نکته تشریحی رو بگم و دیگه بریم تست کار کنیم. بچه توی قسمت میخوام بهتون یکی از کاربردهای مثلثات رو بگم. خب اونم مساحت مثلثه بچه. خوب گوش کنید. خودکارتو بذار زمین. بچه تا الان شما مساحت مثلث رو چطوری به دست می آوردید؟ قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. ولی بچه ما همه مثلث ها که ارتفاع برامون مشخص نیست. بعضی مثلث ها هستن ارتفاع نداره، اصلا ارتفاعش مشخص نیست. اوکی؟ چی کار کنیم؟ بچه مثلثات میاد یه تکنیک به ما میده، یه راهکار به ما میده که ما باهاش بتونیم مساحت مثلثایی به دست بیاریم که ارتفاع رو نداریم. آیا مثلث قائم الزاویه؟ نه بچه هر مثلثی میشه به کمک مثلثات مساحتش رو به دست بیارید. بچه فرمول حفظ نکنید. نگاه باز عین دنباله ها ریتم رو حفظ کنید. میگه اگر شما یه مثلثی بچه 2 ضلعش رو داشتید، این یه ضلع اینم یه ضلع،
و زاویه بین این دو ضلعم داشتید میتونید مساحت رو حساب کنید. چطوری؟ این دو ضلع رو در هم ضرب کن، من فرمول نمیگم، بعد نصفش کن، بعد در سینوس این زاویه بینشون ضرب کن بچه، میشه این فرمول 1/2 آب سینوس تتا. پس چی کار میکنیم؟ این ضلع رو در این ضرب میکنیم بچه، ذهنی ها نصفش میکنید در سینوس زاویه بینش. خیلی خوب. مثلا من میخوام مساحت اینو حساب کنم، میگم که اس بچه اس مساحت مساوی است با 6 8 48 تا نصفش کنید 24 تا سینوس 60 درجه سینوس 60 درجه سینوس 60 درجه رادیکال 3/2 ضرب در رادیکال 3/2 که بچه ها میشه 12 تا رادیکال 3. شاید الان بیاد تو ذهنت آقا اگه 60 نبود 63 بود چی؟ خب بچه ما که دیگه همه سینوس ها رو حفظ نیستیم، معمولا اگه 63 رو بدن آخر سوال تو پرانتز سینوسش رو به ما میدن، چون تو جدول در واقع زوایای معروف نیست. خب حالا بچه این متوازی الاضلاع. متوازی الاضلاع شما اگه بیاید از وسط نصفش کنید میشه 2 تا مثلث و 2 تا مثلث بچه ها هم مساحت. نگاه کنید، من اگر یه متوازی الاضلاع بکشم بچه ها، این بشه زاویه آلفا، این بشه آ، اینم بشه ب، من اگر اینو از وسط نصف کنم این میشه 1/2 آب سینوس آلفا، اینم میشه 1/2 آب سینوس آلفا. پس بچه کافیه فقط 1/2 رو برداریم، میشه آب سینوس آلفا یا سینوس حالا تتا. بچه بذاریم تتا که با اون آلفا قاطی نکن. 1/2 آب سینوس تتا. اینم برای مساحت مثلث مساحت متوازی الاضلاع. بچه چون متوازی الاضلاع 2 تا مثلثه. حالا یه چیزی بهتون بگم بچه، چون بعداً تست داریم، اگه از اینجا هم وصل کنیم به این 4 تا مثلث هم مساحت داریم. هم مساحت یعنی 4 تا هم مساحت. الان 2 تا هم آب سینوس تتا، یعنی دیگه برای متوازی الاضلاع تقسیم بر 2 نداره بچه. این دیگه یاد بگیرید دیگه. الان اینجا مساحت میشه چی؟ اینجا مساحت میشه، میگید 2 5 تا 10 تا، دیگه نصفش نکنید، سینوس سی سینوس سی 1/2. آفرین که میشه چی؟ 5. خب حالا بچه ها بعدی 6 ضلعیه. چی کارش کنیم؟ آفرین هستی، بکنیم 6 تا مثلث. نگاه از این به این بچه هر شکلی بود بکنیدش مثلث، از این به این، از این هم میدیم به این. درسته مجتبی؟ از این بده به اون. آفرین. خب بچه این دوه این دوه این هم دوه. اوکی؟ بچه نگاه، یک دوران کامل، نگاه دست من کن، 360 درجه به 6 تا که تقسیمش کنی پس این زاویه بینشون میشه 60. آفرین. پس مساحت هر مثلث میشه 2 تا 4 تا بچه. سینوس 60 هم که رادیکال 3/2. بچه نصفش نکردیم ما، 2 تا 4 تا نصفش کنیم میشه 2. خب این مساحت یه مثلث شد. 2 گفتم که این 2 تا رو ضرب کنید نصف کنید سینوس 2 تا 4 تا نصفش 2 تا سینوس 60. حالا بچه 6 برابرش کنید که میشه 6 تا رادیکال 3. حله 6 برابر. بریم سراغ بعدی. خب بچه ها بعدی چالش داره. چه چالشی؟ بریم نگاه کنیم. خب این زاویه 30 درجه، این زاویه هم 30 درجه. بچه ها این ضلعو دارم ولی اینو ندارم. اینو دارم و نه قائم الزاویه که نیست، اینو ندارم. میرم این زاویه رو حساب میکنم. بچه ها 30 و 30 60، مجموع زوایای مثلث چند بود؟ 180. پس این زاویه میشه چی؟ 100. خب بچه ها من سینوس 120 رو ندارم، پس هیچ به دردم نمیخواد. نه اینجوری نیست.
اگه اینجوره که بعد زاویه 60 2 برابر سیه. بله ولی سینوسش هم 2 برابر بود. مثلا سینوس چرا؟ آفرین. بچه ها اینجوری فکر نکنید که سینوس سی 2 برابر سینوس 15 ها. زاویه 2 برابر نسبت مثلثاتی اینجوری نیست. خب نگاه بچه ها، من میام از این بالا عمود میکنم به پایین. خب حالا اینو میذارم x، اینم میذارم x، کردمش 2 تا مثلث. بچه ها این زاویه 30 درجه به من نگاه بکن. x چه نسبتی با c داره؟ مجاورشه. 4 سانتی متر چیه؟ وتر. مجاور وتر چی بود؟ کوسینوس. آفرین. میگیم که کوسینوس الان دیگه قائم و زاویه است دیگه، مگه نیست؟ کوسینوس 30 درجه بچه ها که میشد رادیکال 3/2، اینجا میشه x به روی 4 توی این مثلث. کوسینوس 30 طبق جدول رادیکال 3/2 طبق شکل x به روی 4. پس بچه ها x میشه 2 رادیکال 3. پس از اینجا تا اینجا میشه 4 رادیکال 3، چون بچه ها 2x دیگه، مگه نه؟ مگه نیست؟ از اینجا تا اینجا میشه 4 رادیکال 3. خب حالا بچه ها من میخوام مساحت حساب کنم. اینو دارم، اینو هم که دارم، زاویه بینش هم که دارم. اس میشه چی؟ اس میشه بچه ها نگاه، اینو دارید اینم دارید. البته یه کاری دیگه هم میتونستید بکنید، تا میتونستید مساحت اینو حساب کنید، اینم حساب کنید، با هم جمع کنید، اشکال نداره، اینم میتونید. من دیگه یه جا میخوام حسابش کنم. اس بچه ها میشه این در این نصفش کنید، 4 تا 16 رادیکال 3 تقسیم بر 2 8 رادیکال 3 ضرب در سینوس 30 درجه که میشه 8 رادیکال 3 سینوس 30 درجه 1/2 که میشه 4 رادیکال 3.